خب دوستان عزیز، پی میگیریم آموزش مالیات رو. در ویدیو قبلی در مورد درآمدهایی که مالیات شامل حالشون میشه یا اصطلاحاً اشتیابار هستن، این بار میخوام در مورد درآمدهایی صحبت کنم که اشتیابار نیستن، یا بهتر بگم اینکامن اشتیابار نیستن، چون ما بحث اومزاتسsteuer هم داریم، ارزش افزوده، که اونا یک سری در واقع اومزاتایی که شما میزنید باید اومزاتسsteuer براش بقشنن بشه، بعضی نباید بشه، اون یه بحث دیگه است. اما این در اینکامن اشتیابار یا مالیات سالیانه شما میاد. شما یه سری درآمد دارید، درآمد ناخالص دارید، هزینه هاتون ازش کم میشه، یک درآمد خالص میمونه که اون میره تو جدول مالیات. مثلا 40,000 تا زدید، 4,000 تاشو باید مالیات بدید. خب این درآمدها توی حسابتون میاد، اما تو اون جدوله در واقع حذف میشه. یک درآمدی است که اشتیابار نیست و اون از اونجا حضور داره در واقع، اما حساب نمیشه. یعنی مثلا شما 1000 یورو دارید، 4000 یورو دارید، 5000 یورو دارید، میشه 10000 تا. یه 2000 تا هم دارید، اگر از اینا باشه اون 2000 تا حساب نمیشه، 10000 تا میمونه دیگه، 12000 تا نمیشه، منهای کوستن میره درآمد خالص. من خیلی سریع بهتون بگم منطق این پاراگراف 3 در واقع اینکامن اشتیاگزت اینه که درآمدهایی که اصولا از بیمه ها، از جاهای دولتی، تقریبا از جاهای دولتی به عنوان تقریبا، حالا فضای تقریبا خسارت یا کمکی به شما داده میشه، دیگه اشتیابار نیست. چند تاشو من میگم، یک پاراگراف بلند 67 مورد توش نوشته که خیلی دیگه اسپیسیال زیاد شده، اما دیگه ما خیلی نمیخوام که دونه دونه ببینم، اون اصولشو بهتون میگم. اولا اینجا نوشته لایستونگن aus eine Krankenversicherung، Pflegeversicherung و Unfallversicherung. یعنی شما یک مریضی میشید، کرانکن بهتون یه پولی به خودتون میده، فلگ فرزیچرون یه پولی بهتون میده، یا اون فال فرزیچرون بهتون میده. فلگ فرزیچرون در واقع بیمه سالمندی، بیمه پزشکی و بیمه حوادث اگه بخوام چیزی. اینا پولایی که تو حسابتون میاد و جزو اینکامن اشتیابارتون حساب نمیشه، در عینی که تو جدول هست. کیندرشوتس حساب نمیشه که از در واقع رنت فرزیچرون بگیریم. اوباگانگسگلد، موتاشافسگلد که مادرایی که حامله میشن میگیرن. آربایتسلوزینگلد، معمولا شما یه خانواده 4 نفری هستید، 1100 یورو در میارید، دولت متفاوتش رو 1200 یورو مثلا بهتون میده، اون 1200 یورو حساب نمیشه، اون 1100 یورو رو فقط باید حساب کنید. بعد کورس آربایتگلد که تو کرونا داشتیم، اینزولونسگلد، پولی که ورشکست میشید کمک بهتون میکنه. لبز اونترهالت و همینطور بایتقاگ ارشتاتونگز آندم فرزیچرونگن، فرزیچرونگ بایتقاگاییه که دوباره اشتاتن میکنه به شما، برمیگردونه به شما، و خیلی بلند میتونید بزنید پاراگراف 3 اینکامن اشتیابار همه رو ببینید.